جه بسپور سیاست در و امریکا دکتر نوزاد هتوتی جه لندن دید گلمه بیتن. دکتر نوزاد هتوتی تو بخیرات یا کردستان 24. ام بحثا پیگاه هرما کردستان و آماده یا سرک وزیران مسرور بارزانی لداووس اید مزنترین کربند آبوریا جیهانت کن. گرینگیا و چیه؟ بله زور سپاس. بگمان کربند آبوریا جیهان داووس خوی کربند که زور گرینگه که سالانه سراست جیهانت تکرن. و پرسین زور گرینگ و هستیار به کربنده داده نه گنگی شکره پرسین آبوری نه پرسین آسایش نه یه سیاسی نه انرژی آوزه مثلا گشت هوایم که وقتا به گمان کربنده نوسا که بطای بدیش کربنده داووس که یکیش گرینگترین کربنده که سر آسته جانت تکرن به گمان کربنده که زور گرینگه و کارگیری ها یعنی کارگیری زور ها سر بریار سیاسی سر آسته جانت برندیجی به گمان بجداری هرما کردستانی و سروک حکومت به کربنده دا به گمان کارگری که زور دیبیل سر پیگه هرما کردستانی دو سه خالا داشتیم آماجه پیگم که براستیجی بجداری کردن وان جورا کربنده زور گرینگی با هرما کردستانی فاکتوری که زیاتر پیندی فاکتور آبوری و تایبتیش هرما کردستان حولدت نحیه آبوری پیگه و پیز کبیتن و کمپانی و برهنان هرما کردستان ده بین کمپانین گوره رول هرما کردستان بکن که به خوی دا پیگه هرمی ده پیز خیلی برندیجی که کربنده داووس جمعه که جار زور بزنسمن کمپانی نه شرکات زور گوره سر آسته جهانی بجداری تیراد کن که وقت سروکی هرما کردستان و اوشان دادگل دادگارن یعنی پریکا بست ناگره بستا یا خوب بست که نه هرما کردستان که گش هوا که سقامگیره هی بو و برهنانه گشه پیدان آبوری بگمان همه کارگره که زور دبید و تأثیر که زورش دبید با های کمپانی رول هرما کردستان بکن لیب چهار داشته بیجن بگمان بجداری سروکی حکومت هرما کردستان به کربنده دا ناحیه آبوری زور گرینگه و تایبتیش فاکتور کتریش هر پیندیاب آبوری و مثلا وزه اصایش وزه جی سر آسته جهان پرسکا هر گرینگ و هستیاره که بردام سالانه بحث لیتی تکرد و هرما کردستان این زانن که ناحیه وزه ناحیه نفته ناحیه گازه یعنی هرما که سرچاوک و اکجار زوره های بطایبتیش اگر درستی استفاده لیبیت های کرن و او ریگرو بربستن حتی نها بود درست بن ناحیه بغداد نمینه بگمان هرما کردستان دکاره دابی کردن آسایش حوزه سر آست جهانی کارگری که اکجار زور های بیت روله که زور گرین که بیت و هرما کردستانشی دکاره هم برجواندین خواه هم برجواندین ها بر سر آست جهانی بپارزه بطایبتیش همزانی نا قیران حوزه های اروپا بطایبتیش او شر اوکراینیا و روسیا کارگری زورا که سر قیران حوزه یعنی قیران حوزه درست کریه که وقتا شیم بیجم بچارچوش دام بگمان هم هرما کردستان در فتح که بای بحثیوان توانا وان شام کت که هرما کردستان های و گل هندیش دا بحثیوان بر بستاب کتن که وان کشاب کت که درست بینه بطای بعدش وقت ایواش آماجه پیکر که بشه که زور سرکردین جهانه این بریار بدست دولت زلهز وان کربنده دا بجدارن و بریار جی سروکی حکومت گل بشه که زور باکل 24 من دیته که بحثینه که زیادت پنجی کبونه دیگل سرکرده و لانین سیاسی کت که واتا بگمانه و پلاتفورمه که گرینگه و در فتح که زور گرینگه باسته کشه و بربست این هرما کردستان بکرد او کشن تا درست گرد بو آن جاوزه بگمان اوجی فاکتره که گرینگه و ناحیه دیپلوماسی جی بگمان زور گرینگه هرما کردستان همزانی بگوه پرساکب شوه گیشتی شلاتانا و رازگاه کشه تای چلنجی تای و قیرانه تای هرما کردستانی دکاره وکو در فتح کار بینه بای باسی وان کشن سیاسین که هرما کردستانی هایی بکرد. دکتر نوزاد پیشتر سرک وزیران مسرور بارزانی گوتیا ام به رنگ درست کردن برجواندین هف باش دکارن دوستین خو زیده بکن. چه هم دکارن بکن؟ دویده میدا. بگمان اما پسکو زور گرینگه کت چه بشه برجواندین هف باش گل دولت زلهز درست که زر گل دولت جهانه و گل دولت زلهز بطایبتش برزندین هش باش دبی تفاکتره که گرینگ باید برجواندین ها باش درست که وقت بچه دا برجواندین ها باش این مچنه یکی نوع خاله وقت ما آماجه بکر پرسا وزه پرسا انرژیه که یکیش خالین هر گرینگ با آسایش وزا جهانه با آبوری جهانه با امریکا پرسکا زور گرینگه با دولت اروپی پرسکا گرینگه لبر هندیجی هرما کردستان وقت ما آماجه بکر به حکم هندی که سرچوه که زور وزه های یا انرژی های دکارت بچه دا برجواندین ها باش درست که اگر دولت هندی تر شیاری کاری هرما کردستان بکن بطایبت وان بربستا وان کشن که باری ما کردستان تینه درست کردن ساست بغداد بطایبتش ممزونی و سالونی و که اشتا ریگن دن هرما کردستان نفتا خوانه دار کرد یا
سر آسته گازه کشه با درست کن نحیا آبوری جی به همان شیوه که ما جا بکر هینان کمپانی مزن و شریکین مزن باره ما کردستانه و گشه پیدان آبوری در ما کردستانه بگمان اوجی برجاندین دولانه درست کردن مثلا سقانگیری دیسان مثلا آسایش دیسان و همه او فاکتورین که بگمان سر آستینی دولتی برجاندین ها بش درست کردن و درست بونا برجاندین ها بشی اساسه که زور گرینگه با اوای هر ما کردستانه شیا داره که باره ما کردستانی زیادتر ببیته سردما نوکه سردما که دبیجن تجی آلنگاری و آلوزیه سردما دروزبونا هف پیمانان و دروزبونا سرجمین جدایان جی ریرو آراستین جدا استراتیجیت و سیاستین جدا بتایبتی بهاتنا دونالد ترامپ و سردسالات روشالات ناوین بر بگوهارتنیه رژیمه که 54 سالی جناف چویه جعل یکی دی ویا آگر بس هاتی راگهاندن دنا برا تفجر حماس و اسرائیل لعراق بحث هالوشاندنا گروپین چکدار ده تاکرن مسئله این آبوری و سیاسی دویده میدا دو مجارن هم بجه هف ناهی نجودا کرن کردستان که کل بن زخت و گواشن جیه که زیدترین بغدا چاوا دشیتن جبو هف پیمان و دوستان هم لنافچه هم جی لسر آست جیهانه هم جعالی سیاسی هم جی آبوری وان خالان زیده بکتن حتی چاوه وان و برهنران وان ولات زلهزین سیاسی مزن آبوری و سربازی بده تحریم کردستانه دوستانی برفرحتر بکت بگمان وقت جناب تجربه ماجا پیکر روشالات آناوراست قناغه که زور گرنگ داده بازده بیتن و گوران کریت براستی جی مزن سر آستی روشالات آناوراست روی دانه شر اسرائیل و حماس لازبونا حزب الله لازبونا برای مقاومه نمانا رژیم اسد و او تحدیات هم شین بیجی هم در فتش براستی جی بو پرسا کرتن از چل سر آستی اریم کردستان سر آستی روش اول بعد جا دونالد ترامپش بگمان اوش یکی که وان فاکتور کورانکاری که اکجار مزن یا خود کارگری که اکجار مزن در حال کشین سیاسی لروشالات آناوراست بی لبرنده جی بگمان حکومت آماجه پیکر کربند داوز دا نه تنها خالین آبوری یا خالین بازرگانی تنه بحث کردن و حکومت آماجهش پیکر پلاتفرمه که ناحیه سیاسی ناحیه دیپلماسی وقتی تو سرکردن سیاسی بینه سرکردن بریارد به دست ویرینه و کارگری که امجار زوره های بطیبتیش سبینش احتمال دونالد ترامپ قصه بیتن داوز پیکر آنلاین لبرنجی بگمان یعنی بچارچه آدم شین بیجین علی ما کردستانه داووس یا خود کردن داووس دشه بکتا بینگه با آی دانستان در مناقشه و گنگشه بینه که سر لگل دولت سر زلهز سرکردن سیاسی دولت دیتر و دیپلمات کارا و این که بریار به دست و کارگری هر سر ها کشین سیاسی روشالات آناورستو جانب با اوای هم او کشین مهای بونمونه مثلا یکی دوان کشین نها های گل بغداد کشین زور گل بغداد ناحیه وزه ما کشین گلای ناحیه سیاسی ما کشین گلای و کشین زور برای ما کردستان درست کن که حتی تو چارچوبات همشین بشین در فتح که با ایوا مناقشه بکن و گوشار سر بغداد درست کن و داخل دولت دیدیم که کاری ما کردستان بکن ناحیه سیاسی گوشار سر بغداد درست کشین هریم و بغداد بین چهار ساکی یا خود مثلا پرسا کد سر راست روشالات ناورست بینه بگاوه یا زور و در فتشیه تای لبرنده جی بگوما بیزبونا پیگره ما کردستان با قربان دادا بگوما ده کارگری که با شابید سر پرسا گلک سپاس هجای دکتر نوزاد هیتوتی بسپور سیاست در و یا امریکای جه لندن تو هر هبی دکتر